سربالایی داریم مثل خودمون بود. این بالا بریم یه جایی بگردیم، یه جای مناسب پیدا کنیم برای یه شب. اشا آرسی گوشیمو دستم جمع. دیگه ویدیو رو قطع کردم که سربالایی رو رد کنم، دیگه ویدیو رو پاس کردم. خب ما بریم فکر جا باشیم و بعدش بریم ادامه این روز. حالا جا گرفتم اومدم بیرون. اولین جایی که توجهم جلب کرد یه فروشگاه کافه است، کافه اسپسیالز. تو کلمبیا است دیگه. وقتی میری تو کلمبیا این تنوع کافه‌ای که اینجا وجود، قهوه‌ای که اینجا وجود داره خیلی با مزه است. تکل زبان عربی داره ولی آدم یه گیج میشه که چی بگیره. آی دوستان قهوه خور، این قهوه اینجا تعریف میشه. ما بریم شهر رو بر خودمون جستجو کنیم و بعد از این فروشگاه قهوه هیجان انگیز بریم تو کوچه های باریچارا بچرخیم. برای من چیزی خیلی ارزشمنده حفظ این بافت بوده و فکر می‌کنی که چه پتانسیلی وجود داشته توی خیلی روستاهای شمال ایران که همین تیپی بودن و 4 تا مدیر کله خراب نادون اومدن اونا رو با سنگ مرمر و با آجر سسانت و نمای رومی گند زدن به تمام بافتمون.
من یه جاده رو اشتباه رفتم، همونجور داشتم میومدم خودم جاده خیلی خوشگل و خوشحال داشتم میومدم، یهو رسیدم به یک روستایی. به خودم گفتم این چین روستایی قرار نبود تو مسیر من باشه. بعد نگاه کردم دیدم که من 3.5 کیلومتر مسیر اومدم بیرون، رسیدم به یه روستایی. بله خب دیدن خب حالا که ما که رسیدیم به روستا حیف نبینیمش. دوباره مثل همین بقیه منطقه که همون فرم بقیه رو داره و این کلیسای قدیمیش رو به داخل کلیساش رو هم ببینیم. بناهای بسیار قدیمی داره اینجا، بسیار قدیمی که با تعریف خودشون که برای ما که قدیمی. این هم اسم روستا. ما اشتباهمون اشتباه خیلی هیجان انگیزی شد و تا باش آدم از این اشتباه بکنه بیاد یه جای جدید رو ببینه. نه همیشه حواس پرتی بده بچه ها. ما اشتباهی که کردیم اومدیم اینجا یهو ما رو رسون به این نقطه چشم اندازه. من باید تا کف اون دره برم پایین و دوباره اون کوه رو برو بیام بالا همشون. از جاده آسفالت اومدم بیرون، افتادم توی جاده خاکی. جاده که انتخاب کردم یه جاده خاکی اینجوری هم هستش و سرازیری توی این جاده خاکی واقعا سخته. یعنی تمام ترمزات بلافاصله داغ میکنه و از کار میفتن. هی باید وایسی که ترمزات خنک شه و چون هیدرولیک هم نیست ترمزام، خیلی سفته، تمام از کتی دستات هم از چیز میفته. حالا این پایین رفتنش که به کنار من باید برسم خودم به کنار رودخونه برسونم و بعدش 50 کیلومتر سربالایی دارم و گرمه اینجا. دمای هوا چقدره اینجا؟ بس ببینم. دمای هوا 34 درجه تو سایه است و زیر آفتاب فوق العاده گرمه. برسم کنار رودخونه زیر خودم خنک کنم و فکر کنم امشب تا صبح رکاب بزنم خودم رو برسونم بالا و شب این پایین نمیتونم بمونم. اصلا امکان پذیر نیستش که من بخوام شب پایین بمونم و تو این گرما واقعا دوام نمیارم. یعنی دوام نمیارم که زمین اینقدر داغه بخوای چادر بزنی تو چادر مثل سونا میشه و آره برسم پایین زور میزنم برم بالا. شده تو شبم چند ساعتم تو شب رکاب بزنم خودمو دوباره به ارتفاع بالا 1500 برسونم که شب بشه استراحت کرد.
را بیفتیم بریم وسط این گرما و این جاده خاکی. یهو به همچین جایی که میرسی اصلا انگار که وارد یه راست بردنت به بهشت. آخیش اونجا جای منه. چرخونو بریم بذاریم یک جایی و بریم اون زیر حالش رو ببریم. یعنی واقعا خوب شد اینجا پیاده شدم. این تمام زیر پام سره. اینم جایزه امروز منه. برم چرخون بزنم بپرم تو آب. خب یعنی این بچه‌ها منو نجات میده این چیزه، این آبشار که آبشوره بیشتر همین یه ذره آب. ما به فکر این بوده که یه جای خودمون رو خنک کنیم که خنک کردیم و ترمزمون هم خنک شد، خودمون هم خنک شدیم. بریم با بیفتیم کار کردن دوباره. چسبید ها، خیلی خوب بود. و واقعا زنده شدم و ترمزمون خنک شد و میتونیم که دوباره راه بیافتیم بریم سراغ بلوط خان. بچه‌ها که نمیدونن اسم دوچرخه من بلوطه و بریم بلوط جان رو ردیفش کنیم و سوارش شیم و بریم سر زندگیمون. آخیش چسبیدا دوستان سرو، اینا پابند سرو صلح دوستی سروه که در کلمبیا به پای ما بسته است. ما بالاخره رسیدیم به پایین سرازیری و دیگه یه بخش سخت کار تموم شد و بخش دیگهش مونده که اون هم 40 کیلومتر سربالاییه.
آتیشه بچه ها، آتیشه بر اساسمون. و تصمیم دارم که این 40-45 کیلومتر خاکی رو شبی برم. جلوتر 1 کیلومتر جلوتر یه روستا، 1.5 کیلومتر جلوتر یه روستاست وایسم، نیم ساعت یه ساعتی وایسم خورشید بیفته، هوای ذره دمای هوا بیفته. الان تو سایه است، یه ذره قابل تحمله، آفتابش وحشتناک داغه. این 45 کیلومتر خاکی، یه همچین خاکی سر 40 کیلومتر 45 کیلومتر 8-9 ساعت، حداقل 9 ساعت 10 ساعت کاره، ولی میتونم شبیه انجامش بدم تا از این جهنم برم بیرون. من از اون کوه روبرو، اون جایی که اون خونه سفید دیده میشه، از اونجا اومدم پایین تا کف رودخونه، دوباره اومدم بالا اومدنش همه سنگلاخ بود، دیگرم بالا بردش. خیلی خوشگله، خیلی خوشگله. واقعا به یک همچین چیزی نیاز داشتم، به یک نوشیدنی خنک و یه چیزی که بخورم. خورشید افتاد، خوشبختانه که دمای هوا کم میشه، ولی جاده کماکان خیلی سنگینه. یه استراحتی بکنم، یه چیزی بخورم، جون بگیرم، دوباره برم تا شهر بعدی، تا روستای بعدی. یه چیزی خوردم، فکر کنم 2 لیتر نوشیدنی خوردم فقط، که افتادم تو جاده که برم پایین و ظلمات محض هیچی دیده نمیشه، هیچی، تاریکی محض و خلوت سکوت خودمه. اون دم که واسه خودش آسمون داره، آسمون قرنبه میکنه. مدت ها بود همچین خلوتی نداشتم، اینجوری شب تو جاده نبودم و بریم ادامه. رسیدم به یک روستایی دیگه، دمای هوا ساعت 8 شب، دمای هوا 28 درجه است. من فقط فعلا تنها دغدغه‌ام آبه، که اگه بخوام آب خودم ببرم تو این سر بالایی، خب 2 کیلو وزنم، 2-3 کیلو وزنم اضافه میشه. اگه آب نبرم تو این گرما و این هم تحرک بدون آب خیلی سخته. پوزش 600 دیگه ارتفاع بگیرم، فکر میکنم که هوای ذره بهتر بشه. ما یه استراحتی کردیم و یه چیزی گرفتم و نوشیدنی هم خوردم. چاو حالا ادامه بدم مسیرمو توی یه روستایی هم لافوانته. اینجا خیلی راحت میتونم کمپ کنم توی این روستا، چون که آخش ولی وایسم اینا خیلی راحت میشه کمپ کرد، ولی ترجیح میدم که ارتفاعمو بیشتر کنم. فضای آروم روستا، مردایی که اینجا دور هم جمع شدن، خانمایی که اون ور دور هم جمع شدن. ساعت نزدیک 12 شب، 11 شب بود باشه.
من اینقدری که باید می اومدم، یعنی تصمیم داشتم بیام اومدم، ولی هیچ جا نمیشه چادر زد اصلا. بارونم گرفت الان، ولی هیچ جا اصلا این که اصلا نمیشه چادر. جاده رفت بیرون، تمام جاده همین جوریه و بارونم شروع شد و خب روزهای قرار حالش رو ببریم. خوبه خیلی هوا که حداقل خوبش اینه که سرد نیستش. ببینیم که بالاخره کجا میرسیم خودمون. ساعت 2 شبه. من هی اومدم هیچ جایی نبود که چادر بزنم. در نهایت یه تیکه فقط هم یه جایی کنار جاده پیدا کردم که خود هم کنار جاده یه جای صافی بود که میشد به اندازه یه جا چادر بزنی که بریم با هم ببینیم چه جوریه. و اومدم اینجا، این جاده است و اینجا چادر زدم برای که خاطرم جمع باشه که تردد خیلی تو این جاده کردم. یعنی من امروز ماشین زیادی ندیدم، ولی با همین حال اومدم سنگ چین کردم، دورش سنگ گذاشتم که دور چادرم که نصف شب یکی با ماشین نرید رو. خب دیگه بریم بیهوشیم. اینم نمای چادر. چادر رو جمع کردم ولی برای اینکه از گرما در برم اصلا نمیشه جلو چادر نشست. صبحونه خورد وسایلمو جمع کردم، اومدم اینجا توی سایه نشستم، یک گوشه برای خودم یه تیکه سنگ پیدا کردم بیام اینجا برای خودمون قهوه‌مون رو بذاریم. اینجا قهوه‌مون رو گذاشتیم و قهوه‌مون آماده است. از این دالونم یه باد خنک خوبی میاد. خوبه اینه که وقتی میاد توی ارتفاع بالای 1200 متر هوا دیگه ذاتاً دیگه داغ نیست، فقط آفتابش گرمه که اونم امیدوارم که ابر شه و تا من صبحونم رو میخورم ابر شه و ما رو از این چیز نجات بده. یه ذره بارونم بباره که خب ما واقعا فوق‌العاده میشه.
خوشبختانه ابری شد هوا و زیر اون تیغ آفتاب نیستم، ولی خب گرم. وقتی ابری میشه یه نسیم خنکی میاد و خب به خاطر ارتفاع هم هوا یه ذره بهتره، دیگه قابل تحمل تره. مسیری که توی جنگل دارم میرم. من رسیدم به زاپاتوکا. تصمیم داشتم اینجا بمونم چون واقعا نیاز داشتم همون کنم خودمون بشورم، ولی هنوز 47 کیلومتر دیگه خاکی دارم. 47 کیلومتر خاکی دیگه دارم و کلی هم سربالایی خاکی دارم و این 3-4 ساعت زمانی که امروز برام باقی مونده رو ترجیح میدم ازش استفاده کنم. اومدم تو شهر خرید کردم. و رچم برم دوباره شهر همون بافت چیز خودشو داره، بافت جنرالی رو که توی منطقه هست رو داره. در حدی این که شهر رو فقط یک کوچولو ببینیم با هم دیگه. یه همت مشی کردم، خودم رسوندم از اون جای قبلی که بودم. پس ارتفاع کم میکردم، دوباره میرفتم کف رودخانه تا ارتفاع 1500 و بعد میومدم بالا تا ارتفاع 2024. خب این همه سرباله توی خاکی سنگینه، واقعا سنگینه. اما الان ارتفاع 2008 یعنی 15 متری مونده. خیش انجامش دادم. ای برا خودم. جلوتر توی نقشه زده که یه فروشگاه است که خب اونجا میتونم هم آب بگیرم هم که همونجا چادر بزنم، چون که اینجا که واقعا هیچ جایی چادر زدن نیست. کنار جاده همین جاده پر عرضش زیاده، کنار جاده مثلا منطقی نیستش، اینقدر گرد و خاک بهم میدن که یا واقعا خستم.
روز سنگینی بود، هم دیروز هم امروز، ولی فردا فقط سرازیره. فقط فردا سرازیری دارم ولی خب دیگه میرسم به ارتفاع پایین و گرما و تا ارتفاع 80 متر میرم پایین دیگه. جهنمه، رسما جهنم اونجا. خب دوباره ارتفاع میگیرم مثلا به مدجین که برم اونجا دوباره هوا خنک میشه. شب دیدیم زده سن ویسنت 35 کیلومتر 35 کیلومتر سرازیری خاکی. یعنی بیچاره میکنه. این هم جایی که ما دیشب خوابیدیم و رفیقمون هم گویه با دوست داره با ما بیدش. چقدر خوشگله. من میخواستم صبحونه بخورم اونجا، اینقدر صدای موسیقی زیاد بود که ترجیح دادم اونجا نباشم، بیام جلوتر. تمام برزیل رو سفر کردیم، ترجیح دادم بیام جلوتر و اومدم اینجا که صدای طبیعت باشه، فقط دیگه صدای موسیقی نباشه و همچین منظره‌ای داشته باشم. اینجا بشینم صبحونه رو بخورم.
بچه‌های قهوه دوست. این دونه‌های قهوه رسیدم به مزرعه‌ای وسط این چیز. رفتم ازشون پرسیدم میدم که آیا میتونم من اینجا یه ذره ازشون قهوه بگیرم که حالا این قهوه رو امتحان کنم. چون اینجا همه مزرعه قهوه است دیگه. اینجا همه مزرعه قهوه است. قهوه در واقع حالا تو ارتفاع هم هست. بعدش ببینیم که ما قهوه گیرمون میاد و قهوه هم امروز صبح تمام کردم و دیگه قهوه ندارم و اگه که اینجا بتونم قهوه بگیرم فوق العاده است. یه قهوه اصل کلمبیا وسط کوه توی یک بای آن تو خود مزرعه. من داشتم یه فکر می‌کردم که خب حالا این قهوه دلانگیز رو کجا کنار رودخونه بخورم. از طرفی دیروزم همون نکردم، 2 روزه که خیلی عرق کردم. یهو این پله رو دیدم اومدم اینجا که روی این پله بشینم یه قهوه درست کنم و از این فرصت رو استفاده کنم و برم توی رودخونه همون کنم. و توی رودخونه همون کنی، بعد قهوه که مال همین منطقه هستش رو برای خودت این بالا بشین درست کنی. فوق العاده است.
جاده هایی که من دارم دنبال میکنم. جاده هایی که من انتخاب کردم توی چیز، خب جاده های نرمالی نیستش، جاده هایی نیستش که عمدتاً ارتش رو انتخاب کنن. تو این جاده واقعا تردد ماشین، من فکر می‌کنم یک دونه ماشین از صبح رد شد، هیچ ماشینی رد نمیشه، موتوری هستش. یه سری صبح خیلی زود ماشین‌ها یه سری میرن سر کارشون و شب برمیگردن، ولی بین روز ترددی دیگه ای نیست. اینم مزارع قهوه است و قهوه کلمبیا. توی مسیر رسیدم به یک مزرعه‌ای که داشتن اینجا فرایند سورت کردن قهوه است و که Son cafés puros o cafés buenos. Parece muy bueno. اینجا Estamos pasando para que salga bueno. Esta es la pasilla. این قهوه خوب جدا خوش کردن قهوه چجوریه؟ Bueno, el mejor café del mundo. خوش کنن رو سقف، یه سقف اینجوری متحرک. Si queremos la vuelta y miramos allá. Vamos. Queremos la vuelta y miramos allá. Sí, sí, vamos. که این سقف متحرکی که بارندگی که میشه چیزش نمیکنن. که اون سقف برای این که وقتی که بارندگی میشه بتونن چیز خوش نگهش دارن کماکان. Aquí esto es el servicio para cerezar. La para cerezar, sí. Sí, para limpiarlo. اینجا وقتی قهوه میاد دونه قهوه این در واقع پوست قهوه، پوست در واقع اون پالپ روی قهوه رو میگیرن. Bueno. Allá se echa el café ya. Okay. Y aquí vas acá y aquí se prende este motor y lleva dando vuelta allá y se cereza allá. Sí. اینجا که ببینید قهوه میوه قهوه چیز داره، یک در واقع گوشتی داره که اینجا اون گوشتش گرفته میشه و بعد میاد این پشتم که خشکش کنه. حالا اینجا دو حالت خوش میکنن، یا اینکه توی دستگاه اونجوری با گاز خوش میکنن، یا اینکه اینکه اینجوری خوش میکنن. Mira, esto es donde se seca, esto es grande.
Esto está allá. اصلا سی Mira. این یه سقف خیلی بزرگی که این سقف روش هم متحرکه که Ese cae toda esa vaina, ese cae. که موقعی که باران دیگه بشه این محبتتون رو خوش میده. ¿Cuántos kilos café por el año cosechan? Eso sí no tiene uno así más o menos porque uno hace uno coger y llevarlo. No sé cuánto se seca en el año, no sé. No sé. ازش پرسیدم که سال چند کیلو قهوه میگیره چیز میکنه گفتش که حساب نمیکنم من. Seguro para hacer algo. Es que este está verde ya. Está verde. Sí. Entonces, esto... اون میوهی که اون روز اون خانم صبحونه بهم برام آورده بودش درختش این شکلیه. Este es un palo de mango. Ese es mango. یعنی که انبه است ولی میوه‌های گوانابانو خیلی بامزه است. میوه‌ش هم خیلی خوشمزه است. Son ricos. Sí. و این هم که قهوه است. Oops. من رسیدم به یه شهری به اسم سن ویسنته و تو مسیر ترمزم پاره شد و با یک فلاکت خودمون رو رسوندیم پایین. تو اون جاده سنگلاخ بارونم گرفته بود و دیگه دیدم نمیتونم از اینجا برم بیرون با چرخم درست کنم. اومدم اینجا یه جای اتاق گرفتم، یک ساختمون کلونیاله که مال خیلی سال پیشه. ساختمونه رو ببینید. یک ساختمونه خیلی قدیمیه. من یاد مدرسه راهنمایی میاد. مدرسه راهنمایی
همین شکلی بود، باقری نامی بودش، همین شکلی بود دقیقا. خب اتاق ما 3 اتاقه. فقط در حد اینه که امشبامو سپری کنم، باتریامو شارژ کنم و خودم هم دوش گرفتم و به همین بگه نه. خیلی زود به تو گفتم ساعت 6 صبح، هوا هنوز روشن نشده، ولی باعث شروع کنم به شخص سواری کردن امروز، چون که میگل دوستم که سوت مارشان خونش بودم گفتش که دوست داری بیاد یه شهری توی مسیر همدیگر رو ببینیم که امشب با هم باشیم. 110 کیلومتر اونجا راهه و 50 کیلومتر خاکیه. 50 کیلومترش که بخشش زیادش هم سرازیریه. من دیروز فقط 35 کیلومتر تونستم بیام خاکی. البته درست توقف زیاد داشتم اما خیلی سخت سرازیری خاکی، خیلی سخته. با ترمزم بریدم و با همه اون وضعیت، اما هر کار کردم که به میگل بگم که حالا میگل مثلا یه روز دیرتر همو ببینیم. دیدم اینقدر اشتیاق داره، اون اینقدر دوست داره. دیروز دوچرخه‌شو بسته، کلاهشو بسته، لباساشو گذاشته بود کنارش و از دیروز اینقدر این آدم اشتیاق داشت که اصلا نتونستم بهش بگم که خب که یه روز دیرتر هم دیگه ببینیم، یه روز دیرتر بیا. و گفتم اوکی، خب حالا من خودم 4 ساعت بیشتر تلاش میکنم، 3 ساعت زودتر راه میفتم و توی مسیر خب پرکارتر میرم، پرفشارتر میرم، ولی اشتیاق اون آدم کور نشه، اشتیاقش اون داشته باشه و بتونه اون شوق زندگی رو داشته باشه امروز. و حالا من به چند ساعت بیشتر کار کنم و پرفشارتر کار کنم. این شهر سن ویسنته به عنوان پایتخت کاکائو معروفه توی کلمبیا و اینا هم همه درخت کاکائو هن. اینا میوه کاکائو به درخت. اینها میوه کاکائوه که به درخت هست و وسط بولوار همشون به عنوان نماد این شهر همشون درخت کاکائوه. خوشبختانه این سربالایی یه تیکه آسفالت شد.
رسیدم به ارتفاع 300 متر و دیگه قشنگ گرما داره چیز میشه. تو این جاده سنگلاخه اینجوری فقط شانس آوردم که بارون بند اومد، وگرنه که روی سنگا خیلی سخت بود. یه بارم خوردم زمین روی سنگا. تا وقتی که این جاده سنگلاخه راجع به سنگلاخ صحبت میکنم، دقیقا منظورم یه همچین چیزیه. رسیدم به ارتفاعات پایین و آسمونای ابری اینجوری خیلی خوشگل ولی گرم. بس وقتی میگم که جاده سنگلاخه منظورم اینجوریه، خاکی نیست. این که میگم خاک جاده خاکیه یه همچین وضعیتیه. روی این سنگا مثلا قشنگ آدم او چیز میکنه، بیچاره میکنه، ولی دیگه زورشو زده. خب بریم ادامه مسیر. به قول مشهدی ها برارای گلمون شاید با اون مسیحی دارن اینا. Hola, hola. هنوز حداقل 8 کیلومتر دیگه خاکی دارم. بعدش گفتش که ممکنه گفتش که اون تیکش آسفالته و 16 کیلومتر دارم تا جاده پان امریکن جاده‌ای که تمام قاره امریکا رو طی میکنه. ولی اگر بچه‌ها همینجور دارم شور رقم میزنم. این وضعیت جاده است و قور نمیزنم، فقط میگم سخته. خب سخته دیگه، یه همچین سربالایی ها رو که روی این لای سنگ اومدن سخته، ولی خب میارزه. خودم تصمیم گرفتم، خوشحالم، دارم لذت میبرم ازش و بعد دیدنش هم باسی کار کنید دیگه. پیدا چیزی بخوریم و ادامه مسیر. ما اینجا داریم از اورشیکوی آنده که منم دارم از اورشیکوی آند خارج میشم، برم به اون سرزمین تخت و فعلا از کوه بزنیم بیرون. خب بریم زودتر برسونم خودم به جاده اصلی و بتونم به موقع برسم به قرار.
امروز مبارزه بود، رسما مبارزه بودش. 11 ساعت فعالیت بود و توی 11 ساعت طول روز بود که 9 ساعتش فعالیت بود. تا الان 110 کیلومتر اومدم و نزدیک 1100 مترم صعود داشته، با توجه به اینکه 40 کیلومترش خاکی سنگلاخ بود. خیلی روز سنگینی بود و دانش دمت گرم. پیغام دیشب، اون پست دیشب اینقدر من انرژی داد، اینقدر انگیزه داد که واقعا سوخت امروز هم همون پیغام تو بودش، پست تو بودش. مرسی ازت. من توی این 11 ساعت فعالیت یه ربع کم آوردم تا جایی که با میگل قرار دادم. میگل همین الان زنگ زد که رسیده و من یه ربع باش فاصله دارم و خیلی خیلی تلاش کردم بتونم انجامش بدم، ولی خب یه ربع کم آوردم ولی بازم راضیم. شرایط موجود واقعا خیلیه. نه آقا رسیدیم میگل و برادرش اینجان و بعدش میخواد دوچرخه امتحان کنه. Cambiamos. Ahora mía esta. Bueno, sí. Cierra esta. Oh, qué alegría, pues. Qué alegría. Qué bueno. encontrarnos. دوچرخه هاشونو بالاخره انجام شد با یه ربع تأخیر، 20 دقیقه تأخیر، اما تونستم انجامش بدم. داشت میگل نخوره زمین خوبه.